خیریت کمی سالی نو هست ما رو دعوت میکنید آن. خوش آمدید. سلامت باشید. باری اول در برنامه اخبار اشتراک دارم. تا همین وقت در برنامه های فرهنگی اشتراک میکردیم، لیکن این باری اول است که من در برنامه خبر اشتراک دارم. سلامت باشید. سلامت باشید. یک سوال، کدام گزارش از برنامه خبر در خاطرتان ماند؟ ما کمتر آدمانی بند هستیم و اینقدرم تلویزیون تماشا نمیکنیم متاسفانه. و وقتی که به خانه می بیاییم باز هم فرزندان پیوسته فیلم های تصویری تماشا میکنند، برای همین به ما نوبت هم نمیرسد. از تلویزیون نه، از شبکه های اجتماعی یک رولک رو تماشا کردم وقتی که گزارش بود درباره حالت قبرستان ها بعد از بارانی و منین هوای برف. خوب میشد که مردم عزیزمان نه فقط در روزهای عید بلکه هر روز از همین جای مکانی که همه ما میریم خبردار باشند، خبر گرفته ایستند. بسیار یک گزارشی تاثیر بخش بود. همچنین هر یک انسان میتواند از این گزارش به خود یک درس آموزد. تشکر که درخواست ما را رد نکردید. بله درست گفتید. سال 2022 آغاز و تیر ماه 8 سیربارش بود. نه تنها حال راه‌ها، اینچنین حال قبرها را نیز ناگوار کرد. حال زار قبرها پس بارشات در گزارش شعبه اطلاعاتی دائما تحت بررسی بود. مسئولین آرامگاه چیله‌مزار از آن نگرانی میکنند که برخی از ساکنان از قبرهای گذشتگان خود خبر نمیگیرند. بارشات پی در پی اولی فصل بهار چند عدد قبرها را نابود کرد و حتی در آن سوراخی به وجود آمده است. از این رو مسئولین طریق تلویزیون خواهش کردند تا نزدیکان صاحب قبر را پیدا نمایند و برای برطرف نمودن سوراخی و تازگی اطراف آن سهم گذار باشند. افسوس بعضی نفرها شاید نمیدونن یا شاید از خودشون برای شاید کوچ بستگی بعضی قبرها اون چیزی که شما امروز در نوار گرفتید ما هم صاحبان این قبرهای پیدا کردن نتونستیم که یک حالتی امروزش بهتر کنیم. محض به خاطر بهتر نمودن چندی از قبرهای ویرانه و تازه نمودن اطراف قبرستان چیله‌مزار که در حدود جماعتی دهاتی یاوه جایگیر است، حشر عمومی تشکیل کرده شد. این حشر روز یکشنبه سنه 24 اپریل گذرانده شد. مسئولین ابراز می‌دارند که تشکیل این کار به حکم عنعنه وارد شده همه ساله 2 مرتبه گذرانده می‌شود. مقصد آزاده و تازه نگاه داشتن حدود آرامگاه چیله‌مزار محسوب می‌شود. این بارانی که پی در پی بسیارتر شده مثال من چه که دیدید سلطان چند تا خبرها فرو رفت، چند جا اعلام کردیم. من اینجا دو بار جنازه شدیم اعلام کردیم. مردم عمری بار خبر نمیگیرن. آرامگاه چیله‌مزار محله آسریق جماعتی یاوه سالهای 1950-1952 تأسیس یافته است. مسئولین در همکاری با ساکنان همه ساله در عرفه دو ایام برای تازگی گرد و اطراف حشر عمومی تشکیل نموده سهم می‌گذارند، اما چند نفر ساکنانی هستند که از قبرهای نزدیکانشان تماما خبر نمیگیرند که این باعث ویران شدن قبر گردیده است. این قبرهای فرو رفته در قبرستان نیسوار جایگیر است. بعدی بارشات‌های چند روزی هفته گذشته اکثریت قبرهای این قبرستان به همین حالت آمده رسیده است. قبرهای فرو رفته کی تعمیر می‌شوند؟ آیا صاحبانشان از این حالت خبر دارند؟ بیش از 40 عدد قبرهای آرامگاه نیسوار واقع در محله سبزار شهر خوجند فرو رفتند. سبب بارشات پی در پی هفته روان می باشد. نظارتچی آرامگاه احسان مظفرов میگوید صاحبان اکثر قبرهای فرو رفته تا حال از این حالت خبر ندارند. بعد باران تنها 2 یا 3 نفر به خبرگیری قبرها آمدند و خلاص. خونشون برویم یا رسیبه میگن یا کامپیرها هستند، مسعودا هستند، همون میریم گفتن اومدن ما اجازت گرفته و خبرهای با خاک پر کردیم. چون لای بود قبر بمب گوییم گفتن که حال این به کنداش نمیشه سرطان به موک شده با از خودش باید میکنیم گفتن. صدرالدین عارفов ساکنی محله سبزار است. وی در همسایگی آرامگاه نیسوار استقامت میکند. میگوید که 5 اعضای عائله‌اش در همین آرامگاه دفن شدند. بعد بارشات به خبرگیری قبرهای نزدیکانش آمد. حالت خراب قبرهای فرو رفته او را نیز نگران نمود. میگوید که بعضی قبرهای فرو رفته حتی صاحب ندارد و چند سال باز در همین حالت قرار دارد. فقط همین عید نه دیگه وقت میام خبر گرفتنشون دکار. وقتی من این زمستان ما بسیارتر خبر گرفتن دکار که فرو میرد. شوده میشد، بچه‌ها میترسد، آدم‌ها گران میدارن همینجوری فرزندانشون. راه رفتن ممکن نه وقتی بارون به
борон шавад агар лиги хабар гирифти судан накор ки чизе шуд ҳаминҷи нигоҳубӣ мекардиги гӯркови худаш бе ябо савол дод нашако ки ҳамин қабристони мо чизе шуд дост гуфта худошон гуфтанашон дакор қабрҳои кӯҳная одамои хабар намегирифтиги бисёр ҷудиам бисёр. масъулони оромгоҳи Найсувор мегӯянд ки қабрҳои фурӯрафта ҳамаш нав аст, яъне ҳолати хароби қабрҳо баъди боришотҳои ҳафтаи равон ногувор боқӣ монд. ҳарчанд дар оромгоҳ барои тӯйда нашудани оби борон наздик 10 адад обрез мавҷуд аст, аммо ин дафъа он ҳам кор надод. ҳоло масъулони оромгоҳ аллакай ҳолати хароби чанде аз қабрҳои фурӯрафтаро бо кӯмаки гурбон ва дигар сокинони маҳалла бартараф карданд. масъулини оромгоҳҳо дар шаҳри Хуҷанд аз сокинон даъват ба амал меоранд ки аз қабрҳои наздикони худ огоҳ бошанд ва агар имкон бошад моҳи як маротиба онро тоза нигоҳ доранд. оромгоҳи Найсувор дар маҳаллаи Себзор ҷойгир аст. пирони ин маҳал мегӯянд ки он таърихи беш аз 300 сола дорад. маҳз аз ин ҳисоб аксарияти қабрҳо кӯҳна аст ва ба таъмиру зуд хабаргирии соҳибонаш эҳтиёҷ дорад.